هم میتونه دو گونه باشه که امتحان الهی و ابتلا یکی از راه سنجش انسان است و خدا این راه را در تاریخ برای انتخاب بندگان خاص خودش این راه را اختیار نموده است. آدم را مورد آزمایش قرار داد، نوح، موسی، ابراهیم. و این امتحان چرا هستش؟ چرا خدا از بندگانش امتحان میگیره؟ آیا نمیدونه که این بندم چقدر صلاحیت داره، چقدر استعداد داره؟ و آیا از امتحان سرفراز بیرون میاد یا میبازه؟ معلوم داره، معلومه، مشخصه، پس چرا امتحان میگیره؟ دو تا علت داره. یکیش اینه که خدا میخواد اون صلاحیت‌های درونی ما را شکوفا بسازه. دومش میگه برای اتمام حجت میخواد ما را مورد آزمایش قرار بده. الان شما اینجا 20 نفر نشستید، همتون ادعا داری که خالص هستید و هستید انشالله، ولی اگه خواسته باشیم این اخلاص شما را محک بزنیم، امتحان کنیم، اینجا میگیم آقا این روز این حسینیه، این مرکز نیاز به نظافت داره و بعد از نماز شما اینجا وایستید که میخوایم هم با هم نظافت و تمیزی رو انجام بدیم. بعد اونجا یک عده یواشک سر رو میندازن پایین، الفرار ولا قرار. یک عده وامیستن بهانه میارن، آقا من کار دارم، بچه هم میخوام از مدرسه بیارم، بعد خانمم گفته که زودتر بیایید، خرید باید برم، یک سردمه. 3-4 نفر وامیستن. اونجا معلوم میشه که این 3-4 نفر خالص هستن و میتونن ادعا کنن و آمدن اثبات رسوندن. پس خدا هم امتحان میگیری از بندگان خودش را تا خالص از ناخالص جدا بشه. این خدا میفرماید که ما موت و حیات را خلق کردیم لیبلوکم احسن عملا، که معلوم بشه که کی در عمل خودش خالص است، احسان داره. پس امتحانی که پیش بیاد برای ما ممکنه امتحان از راه نعمت باشه، ممکنه این امتحان از راه مشکلات باشه. کسانی پیروزمند از این امتحان و سرفراز بیرون میان که صبر داشته باشن، در مقابل رضا الهی سرخم تسلیم شوند و در مقابل این مشکلات گلایی نداشته باشن. خیلی هستن موقعی یک کم مشکل پیش میاد خودشون رو میبازن، جسارت میکنن در محضر پروردگار خودشون، حتی اگر به زبان نیارن تو دلشون چیزی میگن. ولی کسانی سرفراز هستند که همه چیز را از خدا بدونن. همه چیز را از خدا بدونن. پس الهی امتحان و ابتلا سنت الهی میں سے. اللہ جب کسی کے درجات بڑھانا چاہتا ہے نا، امتحان الهی را کسی پشت سر گذاشت که اسمش حسین ابن علی در میدان کربلا. فرشتگان آمدن پیشکش کردن که ما میتونیم مدد کنیم، کمک کنیم، یاری برسونیم. شهر بره کمکشون آمد. جنیان آمدن پیشنهاد دادن، ولی امام حسین قبول نکرد. و فضیلت امام حسین در همین است که بدون موعظه، بدون کمک خارجی توانست استقامت کنه. اگر موعظه‌ای قرار باشد که موعظه‌ای از امام حسین سر بزنه یا کمک غیبی از خدا بیاد، بعد امتحان نیست، بعد ابتلا نیستش، بعد امتیاز نیستش.
और इसी मामले में ये कहते हैं कि इन इस्मत अहल बैत इख्तियारी است اجباری نیست در مقابلش اسمت ملائکه اجباری است اصلا ملائکه نمیتونن گناه از اونا سرزد شود از اونا گناه سر بزنن نمیتونن اهل بیت میتونن بعد گناه از اونا سر نمیزنه در این فضیلت است در این امتیاز است یک کور نابینه بیاد دعا کنه من تو کل زندگیم نگام به نامحرم نیفتاده این امتیازی نداره نگاه نداره که بیفته به طرف نامحرم یک نفری گنگه لاله زبان نداره بیا آگه که من کل زندگیم غیبت نکردم نتوانسته امتیاز در این است که شما صلاحیت گناه را دارید بعد خودتون را کنترل میکنید پس خداوند تعالی امتحاناتی که از انبیا گرفته مورد آزمایش را قرار داده معجزه‌ای در کار نبود که بگیم که امام حسین توانسته امتحان را پشت سر بذاره چون معجزه ازش سر بزده یا امیر المومنین مشکلات را پشت سر گذاشت مصیبت را تحمل شد متحمل شد چون معجزه داشت قدرت زیاد داشت قدرت خارق العاده داشت اب یک سوال پیدا ہوتا ہے چیزن که خدای انواع و اقسام جلوش گذاشتن گفت خدایا اینا را ببخش که مرا به مورد آزمایش قرار دادن که الان معلوم نیست کدومش بخورم و کدومش بذارم چون این که شکم بیشتر ندارم بس الان سخت شده امتحان سختی پیش آمده درسته چون همه غذای خوبه قابلی هم داره بریانی هم داره همه چیز داره اس طرح کا جو ہے وہ امتحان خدا با نعمت هم بنده خودش را مورد آزمایش قرار میده فراوانی ثروت ممکنه امتحان باشد که آقا این که بعد از اینکه ثروت بهش رسیده آیا نماز جمعه شرکت میکنه شرکت نمیکنه در مراسم عزای امام حسین شرکت میکنه شرکت نمیکنه ماشین خوب هم میتونه امتحان باشه متکبر بشه انسان بعد از اینکه یک نعمت خوبی بهش برسیده تکبر بورزد اینم میتونه مورد امتحان قرار بگیره انسان خود شیعه بودن بعضی موقع یک نعمت بزرگیه ولی ما شما که اینجا با راحتی داریم گپ میزنیم ولی از او شیعانی بپرسید که تو مناطق سنی نشین زندگی میکنن پاکستان افغانستان لبنان عراق مثلا چرا شیعه را تو طول تاریخ زیر تیغ گذاشتن چون این نعمت بزرگی داشتن شیعه نعمت ولایت امیرالمومنین و باید امتحان بدن تا این نعمت برایشون تثبیت بشه و به خاطر این نعمت درجاتشون افزوده بشه مثلا شهید عبدالله علی المزاری عارف حسینی آقای حکیم در عراق شهید مطهری در ایران اینا جرمشون چی بوده سید عباس موسوی سید فضل الله اینا جرمش چی بوده جرمشون این بوده که شیعه امیرالمومنین بودن نعمت ولایت داشتن پس خدا هر کس را امتحان نمیگیره اون را شایسته امتحان میدونه بعد از او امتحان میگیره امتحان که گرفت بعد درجاتش بالا میاره پس امتحانات ما در مقابل امتحانات انبیا آزمایش انبیا و اولیاء خدا و ائمه اطهار ناچیز است و بعضی موقع خدا به ما فرصت میده این فرصت دادن هم یک نوع امتحان است پس سعی کنه انسان از فرصتش خوب استفاده کنه تا در این امتحان سرفرازی نصیب او بگردد بسم الله